دوباره شما عزیزان خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه و خوشبختانه در این بخش از برنامه ما مهماندار هستیم و مهمان ما آقای ذبیح خان هنرمند و هنرپیشه جوان افغان هستند و قرار است در مورد کارهای جدیدشان همراهشان بحث داشته باشیم. سلام و وقت شما بخیر. سلام به شما و همکار محترمتان و تمام عزیزان بیننده. آقای ذبیح سلام مرم بپذیرین و چون ما حدوداً چند ماه پیش هم یک مصاحبه داشتیم در برنامه صبح موج و از او زمان تا فعلا اگر شما برای ما بگین که چه اتفاقات جدیدی در سینمایی که شما کار میکنید در آلمان، سینمای آلمان، چه اتفاقات جدید افتیده کماکان اگر بخواین که توضیح بدین و قصه بکنین ما شنونده هستیم. در نخست علیکم سلام. بله، اتفاقات بسیار خوب در حرفه بازیگری من رخ داد که خوشبختانه در 2 فیلم در آلمان اشتراک کردم، نقش خوب برام پیشنهاد شد و در یک وب سری کار کردم و همچنان در 2 جشنواره بین المللی و مهم در آلمان اشتراک کردم که از من دعوت کردن و در نمایش فیلم سیماسان که به کارگردانی خانم رویا سادات تهیه شده بود اشتراک کردم در نمایش در شهر برلین که در کل این یک دوره فعال و خوبی بود و تجربات جدیدی بود برای من. آقای ذبیح خان، ما اما قسمت که در مورد شما میخواندیم باز تو یک معلومات بسیار جالب در مورد شما گرفتیم. گفتن که شما یک پروژه بسیار کلانه به یک فیلم بسیار کلان با اسم Forgiveness را رد کردین. دلیل رد کردن از او پیشنهاد چی است و حتی شما نقش مرکزی هم به شما پیشنهاد شده بود. اگر در مورد از او فیلم هم بر ما معلومات بدین و ای که چرا پیشنهاد رد کردین؟ بله درست است معلوماتتان. فیلم Forgiveness که به زبان انگلیسی تهیه شد در شهر هامبورگ، در نخست برام نقش مرکزی فیلم پیشنهاد کرده بودند و بنابر بعض مسائلی که بعض اصولایی که در بخش حرفه بازیگری خود دارم، البته بعض نقشایی است که در مغایرت با اصول دینی ما و فرهنگ افغانی ما می باشه که طبعا بازی نمی کنم، رد کردم که و تصمیم احترام گذاشتن و بعدا یک نقش جدید برام پیشنهاد کردن در همان فیلم که نقش پلیس ارشد بود که بازی کردم. و ذبیح جان و قسمی که خودتانم در شروع گفتین وقتی که من پرسیدم چه کارهای جدید اتفاق افتاده، شما از یک بازی در وب سری را یادآور شدین که گفتین که من نقش داشتم. اگر بیشتر بگین چه نقش را در داشتین و بازی کردین که ما مثلا خود سریال قرارش از چی بود و اگر بیشتر معلومات بدین. بله، یک سریال بود، وب سری در شهر اشتوتگارت که نقش یک دانشمند بازی کردم. البته سریال بالای انسان‌های میچرخید که تبدیل به ربات میشدن. البته یک چپ در مغزشان جاگذاری میشد جابجا میشد که بعدا توسط ریموت هدایت داده میشد و معلومات کافی مثل ربات‌های دیگه ارائه میکردن و هر چیزی که برشان دستور داده میشد به مثل یک ربات، در اصل انسان هستن ولی تبدیل به یک ربات میشن. بله و یقینا جناب ذبیح خان که با قدر دستاوردها شما همچنان در جشنواره های متفاوت دعوت شده بودین. اگر از تجربه تان در اخیراً که در یک جشنواره بین المللی شرکت کرده بودین، اگر در مورد از او جشنواره به ما معلومات بدین و همچنان از تجربیات خود بگین که چگونه یک تجربه بود و چقدر تاثیر داشت بالای دنیای شما و بالای پیشه شما. بله، در چند ماه گذشته در 2 جشنواره مهم بزرگ بین المللی البته اشتراک کردم که یکیش در ایالت انربی آلمان بود که به صفت مهمان ویژه دعوت شدم که البته این نه تنها برای خودم بلکه به تمام سینماگران افغان و تمام افغانای عزیز ما جای افتخار است که نمایندگی از این میکنه که البته کارهای ما دیده شده، قابل قبولشان بوده که از ما به صفت مهمان ویژه دعوت کردن که در هر 2 و در جشنواره بین المللی برلینال همچنان اشتراک کردم. طبعا وقتی که آدم در یک جشنواره بین المللی اشتراک میکنه از تمام کشورها هنرپیشه ها سینماگران می باشه که آدم تبادل نظر میکنه و روی پروژه های بعدی صحبت میکنه که در کل یک تجربه خوب بود در عرصه بازیگری بخونم.
چون من بیشتر نمیفهم چرا سوالای من اینه که قبلا چی کار کردید و در جریان چی اتفاق افتید و این سوال من برمیگرده ای که بخیر پلانا کارهای بعدیتان در عرصه سینما چی هست، چون میشه که پلانای بسیار بزرگ در روی دست داشته باشین کسایی که شما رو بیننده هستن و من حیث یک افغان افتخار میکنن به اینکه هموطنشان در سینمای یک کشور بزرگ ایفای وظیفه میکنن، میخواین بدانن. تشکر از حسن نظرتان. بله، پلانهای بعدی ما از این است که هدف ما البته میخوایم فراتر از آلمان، سینمای آلمان در پروژه های بین المللی فعال باشم، اشتراک بکنم. و پروژه بعدی ما البته که است یک فیلم سینمایی بلند است به نام سکتور 26 که به زبان انگلیسی البته در آلمان در شهر فرانکفورت و نزدیکای شهر فرانکفورت تصویر برداری میشه. حدودا چند ماه بعد اشتراک خواهم کرد. جناب زبی، شما تجربه کار کردن در یکی از سینماهای بین المللی که آلمان هست را دارین. به نظر شما جامعه آلمان و فرهنگ آلمان چقدر یعنی توانایی پذیرایی یک فرد جدید را دارن؟ مثلا آیا شما مثلا در اوج من حیث یک فردی که از بیرون آمده هستین و یا که هم بسیار برخورد خوب داره همراهتان و به یک نحو شما را، یعنی شما جا افتیدین و شما مورد قبول قرار گرفتین؟ چون میخوایم کسایی که تازه میخواین و پلان دارن که در سینماهای بین المللی کار کنن، شما از تجربیات خود برشان بگین که به اونا هم یک مفکوری در ذهن داشته باشن. بله، یک امر طبیعی است وقتی که آدم میخواد به صفت یک مهاجر افغان البته در یک سینمای بلند و بین المللی اشتراک بکنه. در ابتدا مشکلات خود داره، باید آدم زبان تا یک حد ممکن یاد بگیره. بعدا در بخش سینما اگر درس حرفه‌ای نخوانده باشه، اقلا بتونه بعضی ورکشاپ ها را روی دست بگیره، اشتراک بکنه و میتونه آدم آهسته آهسته از نقشه ابتدایی شروع بکنه. مثلا که برش در بخش زبان سینما سیاهی لشکر میگه که خودم هم همچنان در اواخر سال 2023 کارم به صفت سیاهی لشکر شروع کردم در یکی از فیلم های آلمانی که آهسته آهسته آدم میتونه پیشرفت بکنه. و وقتی که در داخل سینما میشه آدم روز به روز آدم میتونه ارتباطات خود وسیع‌تر بسازه با سینماگرا، فیلمسازا که خودش باعث ازی میشه که آدم جا بیفته. و به عنوان آخرین سوال ای که اگر یک پیامی داشته باشیم به عنوان یک افغان، به عنوان کسی که در غربت زندگی میکنه و کسی که در سینمای یک کشور بزرگ فعالیت داره، بخواید به افغانایتان یک پیام داشته باشین، او پیام چی خواهد بود؟ پیام خاص ندارم، فقط میخوایم بگویم که در مقطع زمانی که فعلا ما موقعیت داریم، امید خود از دست ندن، با صبر، تلاش و بردباری و توانایی خود باورمند باشند، ادامه بدن انشالله که بتانیم در استیجای بین المللی از افغانستان به خوبی نمایندگی بکنیم. انشالله و بخیر. شما زنده و سلامت باشین. وقت و روزتان خوش. خدا نگهدار. تشکر از شما و از فرصت دوباره برنامه‌تان. وقت خوش. وقت شما بخیر باشه. آقای ذبیخان بودن، هنرپیشه در سینمای آلمان که ما قبلا هم برنامه داشتیم و دستاوردهای بعدیشان، این برنامه ما به خاطر بود که بعد از اون برنامه اینا دوباره دستاوردهای خیلی خوبی را داشتن، در سریال جدید بازی کرده بودن و صحبت‌های خیلی خوبی را داشتن که با شنیدیم و امیدوار هستم شما من حیث یک افغان افتخار کرده باشید به هموطنتان. اما قسم که عاطفه جان گفت و ما قابل قدر است هر یک اقدامی که هموطن ما در راستای عظیمی گیرن که به حساب فرهنگ ما را و همچنان کشور ما را نامشه به یک نحو خوب و طریق خوب به دنیا معرفی کنند. و رسیدیم به لحظات اخیر برنامه، جایی که ما اصلا دوست نداریم از حضور شما عزیزان خداحافظی بکنیم و امیدوار هستیم که تا فردایی که ما دوباره برمیگردیم به صبرانه منتظر ما باشین و متابعی برنامه‌های تلویزیون موج که همیشه براتون بارها تکرار کردیم، برنامه‌های متنوع داره در هر عرصه فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی. شما ما را همراه باشین و بیننده تا فردایی که باز هم مهمان خانه‌های شما میشیم. خدا نگهدارتان. خدا نگهدارتان و همچنان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین و نظریات پیشنهاداتون رو برای ما بفرستین. خدا نگهدار.